بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با یک دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در استودیو با خود دارند که در قدم نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، البته میدانید که برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان هست که از شبکه جهانی وصال حق هر جمعه شب مثل همین وقت روی موضوعات مختلف افغانستان بحث و گفتگو میکنیم. اما این هفته البته چون ماه ذوالحجه پیش رو هست، ذوالحجه داخل می شود. فردا اولین روز ماه ذوالحجه خواهد بود. امروز جمعه 30 ماه ذوالقعده بود که این ماه به پایان رسید و فردا شنبه اولین روز ماه ذوالحجه هست. البته در مورد فضائل و اهمیت ماه ذوالحجه و 10 روز اول این ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرامین زیادی دارند. پس ما می خواهیم که این هفته روی فضائل و اهمیت و اعمالی که در این 10 روز باید انجام شود صحبت بکنیم. پس موضوع این هفته ما هست فضائل دهه ذوالحجه. جناب مولانا، در ابتدا می خواهیم که فضائل این دهه یا این 10 روز اول ماه ذوالحجه را اگر برای ما بیننده های عزیز ما بیان بکنید. خوشبختانه که فردا اولین روزی آن 10 روز آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. قبل از اینکه پیرامون فضائل ذوالحجه اشاره کنم، اجازه بدهید یک تبریکی برای بینندگان عزیز و گرامی داشته باشم. فرارسیدن و یا داخل شدن که در این لحظات مبارک، در همین لحظه من و شما داخل شدیم به یک زمانی که الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم برای این زمان که اول ذوالحجه در این لحظات داخل شد، یعنی ماه ذوالقعده تمام شد و ماه ذوالحجه داخل شد. دهه اول ذوالحجه از فضائل خاص برخوردار هست. پس برای شما همه عزیزان و بزرگوارانی که در هر گوشه از دنیا هستید این روزهای مبارک را تبریک میگویم. الله سبحانه و تعالی برای من و شما در تمام عمر توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرماید، خصوصا در زمانهای خاص و مکانهای خاصی که الله سبحانه و تعالی برای آنها فضائل قائل شده است. پس برای همه شما عزیزان، برای همه بینندگان، دهه اول ذوالحجه که انشاءالله فضایلش بیان میشه برای همه شما تبریک میگویم. جناب استاد بزرگوار، دهه ذوالحجه وقتی نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی با او حکمتی که دارد فرصت های زیادی برای بندگان خود عطا کرده، برای فرصت که هرچی بهترتر
و بیشتر به الله سبحانه و تعالی بندگانش نزدیک بشن و بعضی زمانهای و بعضی مکانها که الله سبحانه و تعالی اونها را وسیله قرب گذاشته، وسیله تقرب به الله سبحانه و تعالی، که از آن جمله زمانها زمانی که همین لحظه که من و شما یعنی 1 ساعت قبل غروب آفتاب شد و بعد از غروب آفتاب من و شما شاهد ختم ماه ذوالقعده و آغاز ماه ذوالحجه هستیم. الله سبحانه و تعالی وقتی که در قرآن میبینیم در سوره توبه اشاره میکنه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، 12 ماه هست و از بین این 12 ماه منها 4 حرم، ماهای حرام هست که جایگاه خاص داره و از آن جمله این 4 ماه میبینیم که ماه ذوالقعده که تمام شد و ماه ذوالحجه که آغاز شد و ماه بعدش که محرم و ماه دیگر که بین جمادا و بین شعبان هست یعنی ماه رجب. خود این ماها فضیلت داره و ماهای حرام و ماهای محرم گفته شده و الله سبحانه و تعالی این ماها را از روز خلقت آسمان و زمین برای اینها ارج و احترام و عظمتی گذاشته و در بین این ماها که ماه ذوالحجه هست الله سبحانه و تعالی بر دهه اول ذوالحجه یک امتیاز خاص و فضائل خاص و عظمت و عزت خاصی که الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم به این دهه اول اشاره شده از جانب الله و رسول صلی الله علیه و سلم. از آیات قرآن وقتی نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی در سوره فجر اشاره میکنه والفجر ولیال عشر. ارتباط به فجر مفسرین میفرمایند که ابن کثیر بیان میکنه که از آن جمله ابن عباس و اکرمه و مجاهد اینها میفرمایند که خب معروفه که فجر و هو الصبح، اما این مفسرین اشاره میکنن که مراد به این فجر یوم النحر خاصتا، یعنی والفجر یعنی صبح روز نحر، یعنی بعد از روز عرفه که روز دهم صبحش الله سبحانه و تعالی به او صبح قسم یاد میکنه. بعضی از مفسرین میفرمایند که نماز همان صبح هست و در ادامه میفرمایه ولیال عشر. الله سبحانه و تعالی باز اشاره میکنه به عظمت این شبها و یا روزها، اگرچه بین علما اشاره هست که بعضی از مفسرین میفرمایند منظور دهه عشره اخیر رمضان هست، بعضی میفرمایند دهه عشره اول ماه محرم هست و بعضی هم اشاره میکنن که دهه عشره ذوالحجه هست، اما نظر صحیح و قول صحیح دهه عشره ذوالحجه گفته شده و در این باره که مراد از این ولیال عشر عشره ذوالحجه هست باز هم میبینیم قول ابن عباس و ابن زبیر و مجاهد و حتی ابن کثیر میفرمایه و غیر واحد من السلف والخلف، یعنی این یک نفر دو نفر نبوده، سلف و خلف همه در این زیادی از اینها اشاره کردن که ولیال عشر منظور و مراد این عشره ذوالحجه هست. و همچنین وقتی احادیث رسول صلی الله علیه و سلم یا آیات دیگر در سوره حج وقتی میبینیم الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه و اذن فی الناس بالحج یاتوک الرجال و علی کل دامر، در ادامه این آیه اشاره میکنه و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، در این روزها وقتی ذکر خدا را بکن و یاد الله سبحانه و تعالی باشه در روزهای معلوم علی ما رزقهم من بهیمة الانعام که ادامه آیه میفرمایه. جمهور علما میفرمایند ان الایام المعلومات هی عشر ذوالحجه، 10 روز ذوالحجه هست که همچنین باز هم ابن عمر و ابن عباس نظر اینا همینه، یعنی همونطوری که میگیم جمهور علما ابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند که منظور و مراد از این آیه و یذکر اسم الله فی ایام معلومات عشره ذوالحجه هست.
پیرامون فضائل در این روزها حقیقتا فضائلی نهفته هست که ما میبینیم که خیلی از انسانها از این فضائل بیخبر هستند و حقیقتا همه ما وقتی رمضان میایه فکر میکنیم که همین رمضان بود و تمام شد و لحظه شماری میکنیم تا رمضان آینده بیایه. ولی وقتی نگاه میکنیم به احادیث و فضائل دهه ذوالحجه، حقیقتا اگر اجر و پاداش این اعمال صالحه‌ای که در این روزها انجام داده میشه اگر از رمضان بالاتر نیست، از رمضان کمتر هم نیست. به خاطر این که رسول صلی الله علیه و سلم، ابن عباس روایت میکنه، میفرمایند ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله. خیلی این حدیث واقعا او جایگاه و او عظمت اعمال صالحی که در این دهه، یعنی از همین لحظه که بیننده عزیز و گرامی که صدا ما رو میشنوه از همین لحظه ای داخل شده به این فضائل، از همین لحظه در حدود 1 ساعت 1.5 ساعت میشه که ماه ذوالحجه داخل شده. از همین لحظه ای باید مصروف و مشغول اعمال صالحه بشه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید ما من ایام العمل الصالح، نیست هیچ روزی بالاتر و بهترتر که عمل صالح انجام داده شه، فیها احب، که دوست داشتنی تر باشه، محبوب تر باشه، الی الله، به نزد الله سبحانه و تعالی، من هذه الایام. کدام ایام؟ یعنی ایام العشر. هیچ عملی به نزد الله سبحانه و تعالی بالاتر و بهترتر از اعمال صالحی که در این روزها انجام داده میشه به نزد الله سبحانه و تعالی محبوب تر نیه. وقتی رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن که ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله، اینجا صحابه برای اینا سوال پیدا شد، چون به خاطر وقتی ما میخوانیم که ذروة ثنامه جهاد، قله بلند اسلام جهاد هست. واقعا جهاد عملیه که هیچ عملی به اون نمیرسه. قالوا یا رسول الله ما سوال داریم، ولا الجهاد فی سبیل الله؟ آیا جهاد، مجاهدینی که در راه خدا جهاد میکنن فی سبیل الله، این نکته خیلی مهمه، فی سبیل الله، که به خاطر مقام و چوکی و پست و بالاخره فلان و فلان باشه، نه، فی سبیل الله، اینا چه کار میشه؟ آیا درجه اینها بالاتر است یا درجه اشخاصی که در این 10 روز مصروف عبادت هستند، مصروف اعمال صالح هستند؟ اینها چیست؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند قال ولا الجهاد فی سبیل الله. الله اکبر. حتی جهاد در راه الله سبحانه و تعالی، شمشیر زدن در راه الله سبحانه و تعالی، سینه را سپر کردن در راه الله سبحانه و تعالی، اینقدر ثواب و اجر نداره که در این روزها عمل صالح انجام کسی بده ثواب داره. بعد ادامه میفرماید الا رجل، مگر مردی که خرج بنفسه و ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری. سبحان الله. مگر مردی که بیرون میشه به نفس خود، در روایت دیگر میاره که یخاطر به شوق، به ذوق، به میل، به تمام اشتیاق کامل بیرون میشه به نفس خود و به مال خود، مالم از خودیونه. وقتی بیرون شد ثم بعد از آن لم یرجع من ذلك بشیء، یعنی رفت به جهاد، شهید شد، جام شهادت نوشید، مقام و منزلت ای بالاتره از کسی که عبادت در این ماه انجام میده. اگر پس برگشت به خانه خود با غنایم و بالاخره حتی با تمام با فتح و فتوحاتی که کرده بود به خانه خود که برگشت، باز هم اجر و ثواب کسی که در این ماه اعمال صالحه انجام میده نمیرسه.
یعنی فضائل این ماه، فضائل این چند روز، این 10 روز اول ذوالحجه واقعا خیلی از مسلمان ها غافل هستند و این همه اجر و ثواب و پاداش که الله سبحانه و تعالی وقتی نگاه میکنیم که در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حضرت جابر روایت میکنه فضل ایام الدنیا، بیاییم که زیباترین روزهای دنیا با فضیلت ترین روزهای دنیا رو برای شما بگویم. رسول صلی الله علیه وسلم بیان میکنن او کدام روزها هست؟ ایام العشر، روزهای 10گانه، یعنی ایام چی؟ 10 ذوالحجه. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بزار و ابن حبان و همچنین این حدیث را شیخ البانی رحمه الله حدیث صحیح گفته. این حدیث صحیح است که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند با فضیلت ترین روزهای دنیا روزیه که 10 ذوالحجه هست. فضایل زیاد هست، حتی میشه که اشاره مختصری بکنم. حتی بعضی از علما میفرمایند در این دهه ذوالحجه، یعنی از ابتدا تا انتهای، یعنی روز یوم النحر، ولو هیچ فضیلتی در این روزها نمی بود، در حالی که هست، ولو که هیچ نمی بود، همین که روز عرفه در این 10 روز نهفته هست، گذاشته هست، بس کفایت میکرد که روز عرفه رسول صلی الله علیه و سلم وقتی روز عرفه میگن که یوم الحج الاکبر گفته شده، یوم مغفرت الذنوب گفته شده، یوم عتق من النیران گفته شده، روز نجات از آتش، روز آمرزش گناهان و روز و بالآخره حتی روز پیروزی بر دشمن و هم دشمن بزرگ که شیطان هست. میشه که در اینجا در ذهن بیننده ما خواهر و برادر در این لحظه یا نظر به این که شرایط برایش آماده نبوده، یا این که نظر به مریض بوده، استطاعت مالی نداشته، استطاعت جسمی نداشته، الان به هر نقطه از دنیا هست، خب میگه سبحان الله، یوم عرفه، روز عرفات، روز نجات از آتش جهنم، روز عتق من النیران، روز همه این فضائل، شاید در دل از او بگرده که خب ما دیگه آیا این فضائل برای ما هم هست؟ بله. صرف برای حجاج است؟ بله کاملا. رسول صلی الله علیه و سلم، دین اسلام دینیه که تنها غم یک عده انسانها را نخورده که فقط حجاج بیاین از روز عرفه بهره‌مند بشن و پس برگردن. خب در دنیا ما بیش از 1.5 میلیارد مسلمان داریم، در حج شرکت کرده 3 الی 4 میلیون انسان، قابل مقایسه نیست. آیا دیگران از این نعمت الهی، از این دسترخوان رحمت پروردگار عالم که پهن میشه، آیا محروم میشن؟ نه خیر. همه این فضائلی که بیان شد، ما من ایام العمل الصالح، برای هر مسلمانی که در هر نقطه از دنیا باشه در این روزا عمل صالح انجام بده برای او هست. و خصوصا و بالاخص برای بینندگان عزیز و گرامی اشاره میکنم که اگر از نعمت آمدن به عرفات محروم شدید نظر به هر دلایلی، اما متوجه باشید که الله سبحانه و تعالی اجر و ثواب و فضائل گذاشته که من و تو هم در هر گوشه از دنیا باشیم میتوانیم خود را شامل و مشمول رحمت پروردگار عالم بگردانیم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند پیرامون روز عرفه، حالا برای حاجی روز عرفه هست در عرفات، اما برای حاجی روزه نیست، برای غیر حجاج رسول صلی الله علیه و سلم و شریعت روزه تعیین کرده. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند یوم عرفه چگونه یومیه؟ صیام یوم عرفه احتسب علی الله. رسول صلی الله علیه و سلم گمان من، یقین من، باور من نسبت به الله سبحانه و تعالی اینه که کسی که روز عرفه روزه بگیره، ان یکفر السنه التي قبله والتي بعده. الله اکبر، سبحان الله. وقتی انسان به اخلاص کامل این روزه گرفت، الله سبحانه و تعالی 1 سال گناهان ما قبلش و 1 سال گناهان
ما بعدش را میبخشه که حدیث مسلم روایت میکنه. و در این باره حدیث زیاد هست که پیرامون فضائل و برکات و عظمت این 10 روز مبارک و متبرک بیان شده. جزاکم الله خیرا از این صحبت تفصیلیتون روی فضائل این دهه اول ذوالحجه که گفتین. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را قرائت کردین که اعمال صالحه در این 10 روز نزد خداوند از هر چیز بهتر است، حتی از جهاد فی سبیل الله، مگر در صورتی که یک شخص با جان و مالش برای جهاد فی سبیل الله بیرون میشه و شهید میشه و بر نمیگرده، او قضیه علایده است. در غیر از او با اعمال نیکی این 10 روز هیچ چیز برابری کرده نمیتواند. خداوند نصیب همه ما و شما بگرداند. جناب مولانا شما گفتین که اعمال صالحه در این 10 روز نزد خداوند از هر چیز محبوب هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن. حدیث هم کاملا صحیح است، قسمی که فکر میکنم در بخاری گفتین. میشه بگوین که اعمال صالحی که ما با شنیدن حدیث شوق و اشتیاق و رغبت که پیدا شده که ما باید اقدام بکنیم و اعمال صالحه را انجام بدیم، مثلا کدام اعمال را بیشتر در این 10 روز انجام بدیم؟ اعمال، وقتی میگیم اعمال صالحه، یکی از نکات زیبایی که در این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن العمل الصالح میگن. یعنی تعیین نشده، بیان نشده که در این 10 روز شما نماز بخوانیم، شما روزه بگیریم، شما وقتی عمل صالح شد کل اعمال صالح شامل میشه. اولا اعمالی که در این 10 روز بیشتر و بیشترتر اجر و ثواب داره اینه که اول برای عده از عزیزان مراسم و مناسک حج و عمره میسر میشه که نعمت عظیم و بزرگ هست. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، که در این روزها اگر برای هر خواهری و برای هر برادری میسر شد، این از جمله اعمال و زیباترین اعمال و با برکتترین اعمال هست. حالا برای عزیزی که این عمل حج و عمره میسر نشد، از کدام اعمال بیشتر و بیشترتر ارتباط به صیام آمده، روزه آمده که حضرت امام نووی رحمه الله میفرمایند صیامها مستحب، روزه گرفتن این 10 روز یعنی تا روز 9 که تمام میشه و روز 10 روز وقتی ما میگیم، چون طریق مسنونه همینه که کسی که قربانی داره روز عید اضحی بعد از اینکه نماز عید خواند میایه از همان قربانی که داره افطار میکنه. و طریق سنت اینه که روز عید فطر قبل از نماز عید چیزی بخوره و در روز عید اضحی بعد از عید چیزی بخوره. درست. امام نووی میفرمایند که صیامها مستحب استحبابا شدیدا، یعنی مستحبیه که واقعا باید انسان در این مستحب پایبندی داشته باشه. خصوصا حالا شاید عزیزی، برادری، خواهری نتونه این 9 روز روزه بگیره، چه کار باید بکنه؟ لااقل دیگه اگر نمیتونه 4 روز 5 روز نمیتونه، روز عرفه فراموش نکنه که گناهان سال ما قبل و گناهان ما بعد الله سبحانه و تعالی میبخشه. سوم الصلات، نماز در این 10 روز چگونه؟ نمازهای 5 وقت، نمازهای نوافل، نماز تهجد و پایبندی به جماعت در این روز از جمله اعمال صالحه که وقتی نمازهای نفل خوانده میشه، نماز تهجد خوانده میشه، بالاخره پایبندی به جماعت و بینها میشه، این خود این جز اعمال صالحه که مقام و درجه این انسان بالاتر از مقام یک مجاهدی که در راه خدا شمشیر میزنه. چهارم که رسول صلی الله علیه و سلم و آثار صحابه و بزرگان دین تکبیر و تحمید و تهلیل و ذکر در این ایام 10 در این 10 روز. حدیث ابن عمر رضی الله عنه که از رسول صلی الله علیه و سلم بیان میشه که ما من ایام اعظم، حدیثی که قبلا اشاره کردم با الفاظ مختلف بیان شده، ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فیهن من هذه الایام 10 فاكثروا فيهن من التهليل
والتكبير والتحمید رواه احمد. و همچنین حدیث دیگر هست که رسول صلی الله علیه و سلم، قبل از اینکه بیان کنم این ترجمه کنم، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هیچ روزی با عظمت تر به نزد الله سبحانه و تعالی از این روزها نیست. پس در این روزها فاکثروا، شما زیاد انجام بدهید. چی را انجام بدهید؟ میفرمایند در این روزها تحلیل، یعنی چی؟ لا اله الا الله زیاد بگویید. افضل الذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله زیاد بگویید. راه می روید، می نشینید، حرکت می کنید. و بعد و التکبیر، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. و التحمید، سبحان الله سبحان الله. و همچنین در روایت دیگر که ذکر آمده، شما همیشه بیاد خدا باشید. سبحان الله والحمد لله الله اکبر. ببینید شما در این ایام ما دو ذکر داریم، ما در این ایام دو تکبیر داریم. یک ذکر و یا تکبیر مقید داریم، یک تکبیر و ذکر مطلق داریم. مقید از روز عرفه بعد از نماز صبح، بعد از فرائض شروع میشه الی آخر ایام تشریق، این مقید هست. اما مطلق از همین لحظه که ذوالحجه داخل شده شروع میشه. هر انسانی به داخل خانه خود، هر خواهر، هر برادری در داخل خانه خود نشسته‌اند، شروع کنن الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تسبیح، تحلیل، ذکر الله سبحانه وتعالى با همه بالاخره که همونطوری که قرآن اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. شما ذکر الله سبحانه وتعالى، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این دهه ذکر هست، دهه‌ای که باید کام و زبان هر انسان مسلمان معطر به یاد الله سبحانه و تعالی باشه. حدیث بخاری که ابن عمر و ابو هریره رضی الله عنه بخاری روایت میکنه، سیدنا ابن عمر و سیدنا ابو هریره رضی الله عنهما وقتی که دهه ذوالحجه داخل میشد، این دو بزرگوار هر دو با هم بیرون میشدن در بازار، در بینی که مردم مصروف کار و معامله هست. بله. خرید و فروشه، چون اهل بازار وقتی بیع و شرا غافل میشن، غافل هستن. همینه که در بعضی اقوال گفته شده بهترین مکان مسجد و مساجد و اگر انسان متوجه نشه بدترین مکان برای از او بازار هاست. ابن عمر و ابو هریره رضی الله عنهما اینها بیرون میشدن با هم در بازار تسبیح و تهلیل و تکبیر پروردگار عالم با هم میگفتن الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. در ادامه حدیث امام بخاری روایت میکنه و میفرمایه و یکبر الناس بتکبیرها. اینا چنان تکبیر میگفتن که اهل بازار هم صدا اینا بلند میشد و بالاخره با هم صدا میشدن. پس این فصل یا نمیگیم که تنها همین 10 روز، اما الله فرصت های به بندگان خود میده، فرصت های میسر میکنه، زمان های در اختیار بندگان خود قرار میده که خواهر در آرزوی اینه که چقدر جهاد فضیلت داره، یک برادر با آرزوی اینه که مجاهد چقدر فضیلت داره. سبحان الله، گرد پای مجاهد، گرد پای اسب مجاهد، همه اینها چقدر اجر و پاداش. آیا عملی هست که من نمیتونم به جهاد برم، نمیتونم برم خط اول با دشمنا بجنگم، نمیتونم برم بالاخره سینه را سپر بسازم؟ یا الله از این نعمت جهاد من محروم شدم. الله سبحانه و تعالی میگه من زمان را در اختیار شما قرار میدم که شما اگر قدر این زمان را بدانید، عمل صالح خالصانه و مخلصانه انجام بدهید، مقام شما، منزلت شما و جایگاه شما به نزد من از مجاهد فی سبیل الله هم بالاتر هست. پس به این طریق از جمله اعمال صالحه تکبیر گفتیم، تحمید گفتیم، تهلیل گفتیم، ذکر الله سبحانه و تعالی. همچنین صدقه هست.
صدقه هست در این 10 روز از جمله اعمال صالحه هست. من فهرستوار بیان میکنم تا اینکه انشالله بیشتر و بیشترتر در ذهن همه عزیزان بمانه. گفتیم صدقه هست، جایگاه صدقه، فضیلت صدقه در هر وقت ثواب داره، در این 10 روز بیشتر و بیشترتر هست. مسئله طعام دادن برای فقرا، برای مستضعفین، برای بینوایان، سر زدن به دارالایتام ها، سر یتیم را دست کشیدن، اینا جز اعمال صالحه هست. وقتی نگاه میکنیم که جز اعمال صالحه، چون بعضی انسان ها فکر میکنن فقط عمل صالح همینه که من فردا دیگه شد که روزه بگیرم، ازم صبح تا شبم خواب شم و شبم بالاخره تا صبح خوردن سپری بشه. اعمال صالحه وقتی نگاه میکنیم، در این حدیث آمده که احب الی الله، محبوب ترین عمل، محبوب ترین عمل از جمله اعمال صالحه به نزد الله سبحانه و تعالی در این دهه اول ذوالحجه هست. عمل صالح چیست؟ صدقه هست، طعام دادن به فقرا و مستضعفین عمل صالحه هست، سر زدن به دارالایتام ها عمل صالحه هست، تلاوت قرآن عمل صالحه هست، تعلیم قرآن، تعلم قرآن، همه اینها، بر الوالدین، نیکی و پدر و مادر عمل صالحه است در این روزها، صله رحم، سر زدن به اقارب و خویشاوندان، همچنین حفظ لسان. یک نفر لااقل دیگه هیچ کار خیری کردن نمیتونه، در این 10 روز خود را عادت بده که جز اعمال صالح من زبان خود را حفظ بکنم، که نه کسی از دست زبانم آزار نبینه، اذیت نبینه. امر به معروف، نهی از منکر جز اعمال صالحه هست، اخلاق نیکو جز اعمال صالحه هست، احسان و نیکی برای همه، خصوصا برای همسایگان، جز اعمال صالحه است. سر زدن به شفاخانه و احوال گرفتن از مریضان جز اعمال صالحه است. تو کسی که خداوند برای تو نعمت داده، خدا برای تو سرمایه داده، بالاخره میخوای صدقه بدی، بهترین فرصتیه بیا اعمال صالحه را انجام بدی. برو ببین به شفاخانه مریضای در روی بستر افتاده یعنی که یعنی توان خریدن نسخه دوار ندارن، برو بالاخره خالصانه و مخلصانه. امروز جناب استاد رحیمی صاحب، من سبحان الله در این کشورها اعمال خالصانه را آدم خیلی زیاد میبینه. من امروز از خانه بیرون شدم، طرف حرم شریف میرفتم، سعودی در اینجا طرف حرم شریف به نماز جمعه میرفتم. در مسیر را هوا بسیار گرم بود، بسیار هوا گرم بود. در مسیر را من قدم زده میرفتم، به هر 5 متر یا 4 متر، یعنی بسیار فاصله کم، در مسیر سرک، هر دو طرف سرک، کارتون های گذاشته بود و هر انسانی میرفت یک چیز بر می داشت. نزدیک شدم که داخل از این آب گذاشته هست و بسیار آبهای سرد. سبحان الله، این آبار اینجا کی گذاشته؟ و این مردمی که رو طرف حرم میرن با عطش و تشنگی، با هوای گرم، آب سرد، هیچ کس نیست که برداری و بری از او بگی جزاکم الله خیرا. صاحبش هم نیست، صاحبی نیست. به این فکر شدم که یا الله، راستی هم که صفت دوستان خدا چی است؟ وقتی که طعام میدن، صدقه میدن، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتی اراده تشکری هم ندارن. صاحبی استاد نبود که استاد بشه تشکری، کاملا مردم تیر میشد و بالاخره از این آبها بر می داشت. گفتم سبحان الله، چی خیرات و چی صدقه که در از اون ریا نیست. الله اکبر. ما چرا همین فرهنگ در کشور خود پیاده نمی کنیم؟ بیاییم چنان خیرات و صدقه بدیم که طرف ما رو نشناسه. بیاییم در شفاخانه ها، بیاییم ما برای مسئول شفاخانه، برای او کسی که آدم امین و مطمئن هست، یک چیز رو اختصاص بدیم که جناب دکتر صاحب، تو انسان متقی و پرهیزگاری، همین مبلغ رو بگیر، هر مریضی که به تو مراجعه کرد که فیس خود را نداشت، از روی همین مبلغ فیس خود را بردار و او بالاخره رایگان علاج کن. فلان دواخانه این مبلغ رو بگیر، تو دیگه نگو که فلان ابن فلان بوده، مبلغ بگیر پیش تو باشه، تو انسان امینی متقی، داریم انسان‌های مؤمن و شایسته که در دواخانه ها نشسته هستند. این مبلغ رو بگیر، فقیری که میآیه برای تو میخواد که دوار بگیره و نگاه میکنه طرف نسخه و طرف تو و نگاه میکنه و باز میگه یک قلم کم کن، یک قلم بالاخره از اون دوای اصلی نده، از این دوای فلان بده، چون نداره شخص. تو برایش بگو 80% مفت،
20% هم از طرف میشه 100% این نقصه رو بگیر و بالاخره بیایم این اعمال صالحه در این فصلی که الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب الاعمال، محبوب ترین عمل به نزد الله سبحانه و تعالی در این دهه عشره هست. پس اینها جزء اعمال صالحه هست. دعا جزء اعمال صالحه هست، در حق خود، در حق خانواده، در حق همسایه، در حق برادرانی که اونها محتاج هستند. حالا یک خواهر یک برادر میگه کاش که این حرفی که این گفت من کاش می داشتم و میرفتم و بالاخره می کارو میکردم. خب اگر توان مالی نداری، توان دعا رو داری. دست به دعا بلند کن. یا الله مریضایی که روی بستر افتاده ان شفا بده. یا الله مجروحین فلان کشوری که مجروح شدن، زیر بمباردها شدن، آواره شدن، پریشان شدن و بالاخره زخم دیدن، یا الله اونها را شفا بده. یا الله مردگان رو بیامرز. یا الله همه دعا در حق محتاجان و در حق اینها. به هر حال اعمال صالحه در این فصل چنان اعمالیه که حدیث رسول صلی الله علیه و سلم برای شما خواندم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در این روزها ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه بشيء من ذلك بشيء. رواه البخاری. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب مولانا صاحب. اجازه بدین بریم به سراغ یک برنامه کوتاه. بیننده عزیز، یک برنامه کوتاه را می‌بینیم و با ادامه همین موضوع فضایل دهه ذوالحجه برمیگردیم. از نشانه‌های فضل و کرم الله تعالی بر بندگانش این است که اوقاتی را برای طاعت و عبادت قرار داده است که نیکی‌ها در آن چندین برابر می‌گردد و مسلمانان در این ایام به خاطر تقرب جستن به بارگاه الهی بر یکدیگر پیشی گرفته و سبقت می‌جویند. یکی از این فرصت‌های ارزشمند 10 روز اول ماه ذوالحجه است، زیرا که در این ایام الله متعال با فضل و کرم ویژه خود بندگانش را مورد عنایت قرار می دهد. در این دهه روز ترویه و روز عرفه و روز قربانی قرار دارد و از دلایل بزرگی مقام و منزلت این دهه آن است که الله سبحانه و تعالی به آن سوگند یاد نموده، چنان که می فرماید سوگند به سپیددم و به شبهای دهگانه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده اند که این روزها از بهترین روزهای سال است، چنان که می فرمایند بهترین روزهای دنیا روزهای دهگانه است، یعنی 10 روز ذوالحجه. ابو عثمان نهدی می گوید سلف این امت 3 دهه را بسیار تعظیم می نمودند: دهه آخر ماه رمضان، دهه اول ماه ذوالحجه و دهه اول ماه محرم. حال چگونه از این روزها استفاده نماییم؟ از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزهای نیست که عمل نیک در آنها نزد الله عزوجل محبوب تر و پسندیده تر از این ایام، یعنی دهه اول ذوالحجه باشد. گفتند یا رسول الله، حتی جهاد در راه الله نیز از آن محبوب تر نیست؟ فرمودند حتی جهاد در راه الله نیز از آن محبوب تر نیست، مگر مردی که با جان و مال خود برای جهاد خارج شده و هیچ کدام را باز نیاورده باشد. و عمل نیک انواع مختلف عبادت را در بر میگیرد، اعم از روزه و نماز و حج و ذکر و تکبیر گفتن و تلاوت قرآن و نفقه در راه های خیر و امور پسندیده دیگر.
از جمله طاعاتی که بر انجام آن در این روزها تأکید شده روزه گرفتن است به جز روز 10 ذوالحجه، چنان که از بعض ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که می فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم 9 ماه ذوالحجه را روزه می گرفتند، به ویژه روز عرفه که روزه گرفتن آن گناهان 2 سال را محو می کند. همچنین ذکر الله تعالی و تکبیر گفتن. الله تعالی می فرماید و در روزهای معین نام الله را بر 4 پایان ببرند که الله روزیشان کرده است و این روزها 10 ذوالحجه است. همچنین ادا نمودن حج و ادای آن بهترین عملی است که در این 10 انجام می شود، چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند حج مقبول و مبرور پاداشی جز بهشت ندارد. همچنین قربانی کردن و کسی که قصد قربانی را داشته باشد از اول ماه ذوالحجه تا وقت ذبح کردن قربانی از گرفتن مو و ناخن خود اجتناب ورزد. دوباره خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی با موضوع فضایل 10 ذوالحجه خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به میان برنامه برایم جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری روی فضایل این 10 روز اول ماه ذوالحجه که از فردا آغاز می شود صحبت تفصیلی کردن و سپس در مورد اعمال صالحه‌ای که در این 10 روز نزد خداوند از تمام اعمال محبوبتر و بهتر هستند، حتی از جهاد فی سبیل الله نیز گفتند که اعمال صالحه در این 10 روز از جهاد فی سبیل الله هم نزد خداوند افضل و محبوبتر هست. جناب مولانا میشه بگوین که اعمال صالحی که شما گفتین حج و عمره و نماز و روزه و صدقات، خیرات، صله رحم، عیادت مریضان، کمک به فقرا و مساکین، تمام اینها اعمال صالحه هستند که در این 10 روز از جهاد فی سبیل الله هم نزد خداوند افضل و محبوب تر هست. هر کسی که این اعمال را انجام داد ما میتونیم که بگیم عملش صالح هست و نزد خداوند از جهاد فی سبیل الله کرده هم بهتر است یا شرایط دیگه هم داره؟ شما ببینیم بارها و بارها این مسئله تکرار شده و باز هم بیان میکنیم که الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن بحث ایمان مطرح میکنه باز به عقیبش بحث عمل صالح هست. ما برای پذیرش و قبولیت اعمال صالحه یا عمل صالح شریعت مقدس اسلام به ما 2 شرط تعیین کرده، به خاطر اینکه عمل صالح، کارهای نیک، کارهای شایسته خب غیر مسلمان ها هم الان انجام میدن. بالکل. یعنی ما بحثی که میگیم صله رحم، ما بحثی میگیم عیادت مریض، کمک به فقرا، مستضعفین، حتی بحث مسائل عبادی، بالکل، حتی به خاطر نزدیک شدن به خداوند یهود عبادت داره، مسیحی عبادت داره و بالاخره هر دینی از خود عبادت داره. بله. دین مبین اسلام برای پذیرش عمل صالح و یا اعمال صالح 2 شرط گذاشته. همه اینهایی که ذکر کردیم اول باید در اینها اخلاص باشه، یعنی لله باشه. و اتم الحج والعمره لله. تمام مسائل عبادی ما باید همون شعار ابراهیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس این شرط اول. دیدن مریض میریم به خاطر الله، کمپاین انتخابات نباشه.
که ما از الان بیایم شروع کنیم بریم دیدن عیادت مریض، بیایم فقرا مستضعفین نعوذ بالله بندرم بزیدیم، خدا رو بزید داده نمیتونیم. بندار ظاهرا انسان ها میبینیم بازی میدن، اما الله سبحانه و تعالی هیچ کس بازی داده نمیتونه. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. پس در این قسمت عیادت مریض میری برو لله، صله رحم انجام میدی لله، پدر و مادر رو احترام میکنی لله، اولاد خودت احترام میکنی لله، حتی محبت بین زن و شوهر لله، فقرا و مستضعفین لله. وقت لله بود، صله رحم ما لله بود، وقتی عیادت مریض لله بود، نماز و روزه و حج و زکات ما لله بود، یک شرط پذیرشه. آیا قبول میشه؟ نماز لله بود، خب اگر زکات لله بود، صدقه لله بود، میاییم شرط دیگرش متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، صدقه ما، همه اینها موافق به سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه صدقه میدادن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه نماز میخواندن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه حج میکردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه به ما دستور دادن که به چی طریقی بریم به عیادت مریض و بالاخره در این راستا. پس این دو شرط، اخلاص و موافقت و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم. اگر اخلاص نبود، متابعت بود، ارزش نداره، و اگر اخلاص بود و متابعت نبود باز هم ارزش نداره. عمل صالح زمانی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی قبول میشه و مورد پسند الله واقع میشه که در او عمل صالح اخلاص، خالصانه و مخلصانه و همچنین موافق و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب مولانا. خب اعمال صالحی که با این دو شرطی که شما ذکر کردین که اخلاص باشه و متابعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه، باز اعمال ما را صالح میگردانه که نزد خداوند در این 10 روز اعمال صالح گفتن از جهاد فی سبیل الله هم بهتر و افضلتر و محبوبتر می باشه. میشه ما بدانیم که آخر چی چیزی در این 10 روز ذوالحجه یا در این 10 ذوالحجه نهفته است که اعمال ما را نزد خداوند از جهاد فی سبیل الله هم بزرگتر و محبوبتر میگردانه؟ اعمال هم بسیار مشکل نیست و حدیثی که شما در مورد گفتین فاکثروا من التهلیل و التحمید، ذکر با زبان هر طرف که میری، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله و غیره اعمالی هم که هست، یعنی هیچ کدامش مثل جهاد فی سبیل الله مشکل نیست. باز هم این نزد خداوند دارای اهمیت و افضلیتی است که جهاد فی سبیل الله هم او را نداره. چی چیزی اینجا نهفته است؟ شما ببینید وقتی که ما میگیم این زمان یک فضیلت داره و این مکان یک فضیلت داره، اینا مسائل توقیفی هست. اینا مسائلی نیست که مثلا امت اسلامی نشسته باشن با هم دیگر یک کنگره بزرگ فیصله کرده باشن که رمضان باید در سال 1 ماه رمضان باشه، حج مثلا از بهترین مکانها فکر کرده باشن انسانها بگن که همین مکه مکرمه و عرفات بهترتره، و الان بیاین انسانها باز یک اجتماع بزرگ بسازن بگن که از عرفات کرده بیایم بالاخره بریم به کربلا، مثل که دشمنا مثلا ساختن، بالکل از این سرزمین کرده بریم اونجا اجر و پاداش بیشتر و اینا. مسائل عبادی مسئله توقیفی هست، یعنی شریعت به ما تعیین کرده دهه عشره ذوالحجه چرا فضیلت داره، چرا اینقدر اجر داره. خب الله سبحانه و تعالی این عظمت رو به این روزها داده، مثل که حال همه بنی آدم همه انسانن، به بین همه انسانها الله سبحانه و تعالی مؤمنین و مؤمنات، اونهایی که به خدا و به روز قیامت ایمان دارن، اونها را انتخاب کرده و برگزیده در هر عصر و زمانی که بودن. بعد به بین همه امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. میبینیم الله سبحانه و تعالی بندگان برگزیده و محبوبی که داره انبیا علیهم السلام هستند. بالکل. به بین انبیام حتی میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یکی بر بعضی دیگری فضیلت داده. در زمانها هم من و شما وقتی میبینیم که فضیلت زمان ماه مبارک رمضان، بعد از ماه مبارک رمضان باز میبینیم 6 روز انتخاب شده به نام شوال که روزه چقدر اجر و پاداش در این قسمت.
مکانها کل روی زمین همه مکان هست، همه از خداست، همه مخلوق خداست. اما یک منطقه مکه مکرمه چنان عظمت و بزرگی میده که و من دخل او کان آمنا، کسی که به اینجا داخل شد در امن. لا اقسم بهذا البلد والتین والزیتون وطور سینین و هذا البلد الامین. وقتی میبینیم کعبه معظمه و مشرفه بین همه سنگ ها، همه دنیا سنگه، اما حجر الاسود هم یک سنگیه. الله سبحانه و تعالی به او چنان ارزش داده که میبینیم در بوسیدن از او چقدر ازدحامه، که اگرچه این ازدحام هم طریق شرعی نیست، بوسیده بشه بدون اینکه خودت اذیت بشی و دیگری را اذیت کنی. مسئله مقام حضرت ابراهیم یک سنگ هست، الله به او چنان عظمتی داده که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی میگه. این شکل زمانها و مکانهایی که ما در آنها وقتی میگیم این زمان ارزش داره و در این مکان اینقدر ثواب هست، در مسجد الحرام 100,000 رکعت نماز میشه و در مسجد رسول صلی الله علیه و سلم 1,000 اجر و ثواب. و اینها مسائل توقیفی است. اینا رو کی گفته؟ الله سبحانه و تعالی. کی گفته؟ رسول صلی الله علیه و سلم. از طرف شریعت اینها تایید شده و تعیین شده که از آن جمله دهه ذوالحجه هست. والفجر وليال عشر. مفسرین، جمهور مفسرین بیان میکنن که منظور و مراد از این فجر روز نهر هست و این ولیال عشر این روزهای و شبهای ماه دهه اول ذوالحجه هست. یعنی هدفتانی است که مثل روز استقلال و روز شهادت فلانی، روز وفات فلانی، کاملا ولادت فلانی، مثل این چیزا نیست. کاملا جدا و کاملا این قضیه که الله سبحانه تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من ایام اعظم عند الله. تمام شد. اجر و ثواب و فضیلت از کی گفته؟ رسول صلی الله علیه و رسول صلی الله علیه و سلم از پیش خود چیزی نمیگن. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول صلی الله علیه و سلم. و نکته دیگری که میخوام اینجا اشاره کنم که باز هم به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر بینندگان عزیز و گرامی متوجه بشن که اینقدر فضائلی که ما میگیم بالاتر از جهاد فی سبیل الله هست، خب دیگه چی حکمت است که کل اعمالی که در این روزها انجام داده میشه بالاتر از جهاد هست، هر نوع عمل صالحی که باشه. در اینه که ما در این روزها امهات عبادات را در این روزها میتونیم انجام بدیم. چگونه؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، صوم رمضان، حج بیت الله الحرام یا حج من استطاع الیه سبیلا. 5 رکن اصلی و اساسی اسلام هست کلمه. اما ما آیا ایت یک فرصت میسر میشه که این 5 رکن ما در یک وقت بتانیم انجام بدیم؟ غیر ممکنه، الا که مگر در همین 10 روز ذوالحجه. چگونه؟ در رمضان یک مسلمان میتونه که هم روزه داشته باشه کلمه را میگه، کلمه که دروازه داخل شدن به اسلام هست. در رمضان روزه گرفته، کلمه میگه، نماز میخوانه، زکات هم میده. 4 رکن اصلی و اساسی دین شخص مسلمان در رمضان میتونه انجام بده. اما حج نمیتونه، بخاطر که حج رمضان ماه حج نیست. ماهای حج بعد از رمضان از شوال و ذوالقعده و ذوالحجه شروع میشه. در این 10 روز یک مسلمان میتونه که هم حج بره، هم حج انجام بده، هم روزه بگیره، هم زکات بده، هم نماز بخونه و هم کلمه بگه. پس فرصت الله سبحانه و تعالی در این 10 روز میسر میکنه که 5 رکن اصلی و اساسی اسلام شخص میتونه جمع بکنه، همه با هم دیگر جمع بکنه. اینه که الله سبحانه و تعالی وقتی 5 رکن اصلی و اساسی در یک زمان میشه جمع کرد، الله سبحانه و تعالی به این عظمت داده، به این بزرگی داده و اجر و ثواب و پاداش داده. بارها و بارها گفتیم که نمیشه که بیایم از هوای بالاخره نفس خود و چیزی بگیم. ما نمیتونیم یک مکان ما فضیلت بدیم.
ما نمیتونیم بگیم که هر انسانی بیاید در فلان زیارت فلان اولیاء و فلان بالاخره ابن فلان، مثلا بیایه به کربلا، بیایه به امام رضایی که در مشهد هست، بیایه در حتی مثلا همی افغانستان ما و شما که مسما شده به انواع زیارت های مختلفی که در منطقه خود ما، زیارت شیخ الاسلام ابو اسماعیل ایلوی کسی بیایه چقدر ثواب داره و چقدر ایر مانیم که از هوای نفس خود ساختیم. آیا شریعت گفته؟ کل زیارت های کل دنیا همه یک حکم داره، همه یک حکم داره. یعنی به کل زیارت هایی که در هر نقطه ای از دنیا قبرستانی هست و مردگان در اونجا دفنن، همه زیارت رفتن ها یک حکم داره. در بقی هم میریم میگیم السلام علیکم یا اهل القبور، در زیارت های افغانستان هم میریم میگیم السلام علیکم یا اهل القبور، در کربلا هم میریم زیارت رفتیم، بعد به قصد زیارت سفر نمی کنیم به هیچ جا، رفتیم کربلا تجارت داشتیم، معامله داشتیم، تجارت خلاص شد، رفتیم به زیارت حضرت امام حسین و به سایر بالاخره اونجی مردگانی که دفن هستن، میریم میگیم السلام علیکم. حتی به زیارت نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که حضور پیدا میکنیم میگیم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا خلیفه رسول الله، السلام علیکم یا خلیفه رسول الله، با عرض ادب و احترام بیرون میشی. ما نمیتونیم بگیم که بالاخره هر کس به زیارت نبی کریم صلی الله علیه و سلم آمد اینجا دیگه 50,000 ثواب داره، هر کس به زیارت فلان ابن فلان رفت اینجا 100,000 ثواب داره. مثل که روایت های جهلی و ساختگی و دروغی ساخته شده که اگر به کربلا رفتی 1000 حج و چون اگر کسی که قلم داشته و بالاخره دهن داشته که دهن از او چی کم میشده دیگه، از نوک قلمی هم نوشته کرده 1 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و هر چی که نوشته کرده صفر اضافه کرده که سنگینی نداره. 10 وقتی که گذاشته باشه یک صفر بگذاریم میشه 100، یک صفر بگذاریم میشه 1000، یک صفر دیگر بگذاریم 100,000 میشه. پس در گذاشتن صفر اگر ما بیایم از پیش خود اضافه کنیم صفر صفره، صفر صفر هیچ جایگاهی نداره. پس ما میاییم در اماکن مبارکه و مقدسه، زمانهایی که مبارک هست، روز جمعه سید الایام هست، در هر نقطه ای از دنیا که مسلمان زندگی میکنه روز جمعه جمعه هست. رسول صلی الله علیه و سلم سید الایام گفتن در جمعه ساعت نوفته که دعا قبول میشه. خب این عظمت روز شنبه نداره؟ روز یک شنبه نداره؟ همه کشورها بیان شنبه رخصتی اعلام کنن بازم فضیلت جمعه را نمیگن. دنیا بیایه اصلا نام جمعه را از تمام دفاتر خو حذف کنن، فضیلتی را حذف کردن نمیتونن، فضیلتی را حذف کردن نمیتونن. که بیان بگن امروز دیگه شنبه رخصتی باشه یا یک شنبه رخصتی باشه و فلان رخصتی باشه. آنچه که الله سبحانه و تعالی به او عظمت داد، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر انک على كل شيء قدیر. الله که برای یک انسان که عزت داده، او عزت تا قام قیامت چی در زمان هست و چی در مکان. الان مثلا عزتی که خداوند به مکه مکرمه داده، عزتی که الله سبحانه تعالی به مدینه منوره داده، عزتی که به بیت المقدس داده، سم مسجدی که در روی زمین الله سبحانه تعالی به کل مساجد دنیا عزت داده. بهترین مکانها مساجد هست. مسجدی که به امریکا هم هست بهترین مکان هست، مسجدی که به اروپا هم هست بهترین مکان هست، مسجدی که در آسیا و در افریقا و در هر گوشه از دنیا بهترین مکان هست. از بین همه این بهترین ها الله سه مسجد را بهترین تر گفته. از همه اینها بهترتر مسجد الحرام هست، بعد از اون مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، بعد از اون مسجد الاقصی هست. الله عزت داده الله سبحانه تعالی. پس اینا این زمانها و این مکانها ما نمیتونیم که بگیم مجمع علما که جمع شدن همه در امسال در عرفات بنشینن بگن که میدان عرفات بسیار نسبت به جمعیت کوچک شده، آبم نداره، درختی هم نداره و بالاخره بیایم یک کشور دیگر انتخاب بکنیم که دشت وسیع باشه، آبها باشه، سرسبزی باشه، یا این که بیایم کعبه معظم و مشرفه انتقال بدیم به یک کشور دیگری و بالاخره اینها موضوعاتیه که الله سبحانه و تعالی تعیین کرده. دشمنان اسلام بخواهن و نخواهن، همونطوری که قرآن میگه قل بگو موتو بغیظکم، با اون خشمی که شما را گرفته بمیرید.
نمیتوانید شما دیگر اماکن شما مقدسه و مبارکه در مقابل کعبه و در مقابل بالاخره صفا و مروه و در مقابل مشاعر و یا مسجد رسول صلی الله علیه و سلم تمام دنیا جمع بشه، تمام دنیا جمع بشه، مکانی ساخته نمیتونه که در اون مکان بگن که اگر شما نماز خواندیم یک رکعت شما 10 رکعت میشه. هیچ امکان نداره. همین سنگای مسجد الحرام بردارن، کل همین سنگا مسجد الحرام بردارن ببرن در یک کشور دیگه یک مسجد دیگه بسازن، بگن این سنگا از مسجد الحرام آماده، بیایم لااقل یک رکعت نماز شما 100 رکعت میشه. ابدا. سنگای مسجد رسول صلی الله علیه و سلم کلا بردارن ببرن به یک کشور دیگه، بگن اینها سنگای مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، بیایم های مردم که اینجا یک رکعت نماز شما 10 رکعت میشه. ابدا. این مسجد الحرام و مسجد النبوی و اینها به خاطر این زرق و برق ظاهری اینها ارزش پیدا نکرده. اینها موضوعاتیه که بیت الله قبل از آدم آمد کعبه بود، نوح آمد کعبه بود، ابراهیم علیه السلام فقط کعبه تجدید کرد. نیامد کعبه که ابراهیم از ابتدا ما بگیم بنیانگذار کعبه معظمه ابراهیم هست، نیست علیه السلام، یک تجدید کرد. پس به هر حال این مکانها که شما فرمودیم که اینقدر اجر و ثوابی که بیان میشه، این را شما از کجا آوردید و از کجا کردید؟ ما اجر و ثواب در مکان و زمان داده نمیتونیم. این اجر و ثوابی که در زمانها و مکانهای خاص از طرف شریعت مقدس اسلام بیان شده، اینها زمانها و مکانهایی که الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن. من به آخرین حرف خود یک نکته دیگه اشاره میکنم. جناب استاد بزرگوار، ما در مدینه منوره مسجد قبا داریم و مسجد جمعه داریم. شاید از همدیگر حجاج عزیز آمدن دیدن و اونهایی که نیامدن الله اونها را الله سبحانه و تعالی و عزیزانی که نیامدن اونها را به این سرزمین مبارکه و مقدسه مشرف بگردانه. مسجد قبا رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند، قرآن هم اشاره میکنه، لمسجد اسس علی التقوا. 2 رکعت نماز کسی یا در خانه خود وضو سازه، بیای بعد در مسجد قبا 2 رکعت نماز بخونه، ثواب و اجر یک عمره داره. یک عمره، اجر و ثواب یک عمره. 2 رکعت نماز خیلی. مسجد جمعه از 1 کیلومتر هم شاید کمتر باشه. مسجد جمعه، چرا مسجد جمعه؟ به خاطر که رسول صلی الله علیه و سلم اولین نماز جمعه رو اونجا خواندن. خب نماز جمعه رو به قبا نخواندن، به مسجد جمعه خواندن. در این مسجد مسما به نام مسجد جمعه، اما هیچ کس نمیره، فقط 5 وقت نماز هر کس عادی میره میخونه و بیرون میشه. چرا؟ خب رسول صلی الله علیه و سلم به این مسجد هم نماز خواندن، به اون مسجد هم نماز خواندن. رسول صلی الله علیه و سلم در حتی به مسجد جمعه اگرچه روایت ها 100% نیست والله اعلم، اگر رسول صلی الله علیه و سلم نماز جمعه رو اونجا خوانده باشن، خطبه هم حتی دادن، سخنرانی هم کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا استاد شدن، باز هم ما نمیگیم که مسجد جمعه رفتی 1 رکعت نماز تو لااقل اگر با عمره میسر نیه هم برابر نماز مسجد قبا کو است، فضیلت مسجد قبا باز میسر میشه اگر به اونجا خواندی. نه. چرا؟ چون مسائل عبادی مسائل توقیفی هست. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی برای ما میگن مسجد قبا ای فضیلت داره، مسجد جمعه اشاره نکردن، یعنی که نداره دیگه، فضیلت نداره. یعنی نماز خوندن در مسجد جمعه و نماز خوندن در مسجد کربلا، نماز خوندن در مسجد امام رضا که در مشهد باشه و نماز خوندن در مسجد جامع گازرگاهی که من خطیب بودم، یک حکم داره، یک حکم. این نمیشه که بالاخره بگیم اما مسجد قبا در نص ثابت شده. رسول صلی الله علیه و سلم کسی که و ما ینطق عن الهوا، از هوای خود چیزی نمی گفت، ان هو الا وحی یوحى، و ما هم مسئولیت داریم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چرا بالاخره مسجد قبا ارزش داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم گفتن. چرا مسجد الحرام ارزش داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم گفتن. چرا مسجد النبوی ارزش داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم گفتن. پس به این همه ما پایبند اینیم که آنچه که شریعت مقدس اسلام، حتی می شعرا میبینیم که اشاره میکنه، حضرت سعدی میفرمایه
خلاف پیامبر کسی ره گزید. یعنی خلاف پیامبر اگر کسی یک قدم برداشت، خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. هیچ نمیتونه کسی بدون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به چی برسه؟ به الله سبحانه و تعالی. اصلا راه پل ارتباطی رسیدن به الله خود الله بیان کرده. میخوایم به ما برسیم، میخوایم محبوب ما بشیم، قل بگو میخوایم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. تو از پیغمبر پیروی نکنیم به الله نمیرسیم به هیچ عنوان. ایر الله سبحانه و تعالی بیان کرده. میخوایم ای انسان ها به ما برسیم، من برای شما راه نشان میدم. قل بگو، راه اینه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیروی از پیامبر چی میشه؟ یحببکم الله. یعنی تنها ادعای محبت پیامبر به خدا نمیرسونه. ابدا. چون در دنیا میبینیم یهود چنان ادعای محبت داره که غیر از خود دیگه هیچ بشر قبول نداره. امروز در دنیا میبینیم محبتی که مسیحی ها نسبت به الله سبحانه و تعالی اظهار میکنن. همه اینها، حتی مسائل بودایی، چنان روحانیتی که در دیگه ادیان میبینیم که چنان فشاری از عبادت به سر خود میارن که اصلا ما شاید یک ساعت هم تحمل و طاقت از اون نداشته باشیم. حتی ادعای محبت اهل بیت که از طرف بعضی هر کدام. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اینجا وقتی که یحببکم الله شد، الله سبحانه و تعالی میفرماید یحببکم الله یغفر لكم ذنوبکم. اگر وقتی از پیامبر پیروی کردی گناه هم داشتی، الله میگه من میبخشم، من میامرزم. وقتی تو چنگ به سنت حبیب من زدی و راه رسیدن بلد دانستی و بلد شدی، اینجا یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. الله آمرزنده و مهربان است. الله برای ما توفیق بده که از زمانهایی که برای ما بیان شده، از مکانهایی که بیان شده، از او عظمت و بزرگی که نهفته هست. رمضان گذشت، به فکر بودیم که شاید در رمضان نتونسته باشیم ما درست و صحیح عبادت کنیم. الله سبحانه و تعالی باز فرصت داد. 6 روز شوال گذاشت. شاید عزیزی، خواهری، برادری 6 روز شوال نتونسته، فکر کرده که یا الله شوال گذشت، 6 روز نتوانستم. الله سبحانه و تعالی دهه اول ذوالحجه را آورد که ای بنده من، قدم به قدم دامهای رحمت من گذاشته که فقط تو نزدیک شوی شکار رحمت پروردگار عالم میشی ای انسان و ای بنی آدم. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب مولانا. این روایت هایی که شما در ارتباط با این زمان مفضله 10 ذوالحجه خواندن یا روایت هایی که در مورد فضیلت نماز در مسجد الحرام یا مسجد النبوی و گفتن که 2 رکعت نماز در مسجد قبا برابر یک عمره ثواب داره، مثل همین روایت ها در فضیلت زیارت کربلا آمده که هفته قبلی روایت خواندیم، از آخوند هم شنیدیم که میگفت یک زیارت کربلا نمیفهم برابر 1 میلیون حج ثواب داره. چطور؟ روایت بود از امام صادق، از امام جعفر صادق فکر میکنم روایت یک بسیار سوال جالب کردیم. مشکلی که الان به وجود آمده، حتی سنی میای از روایات شیعه تکفیر میکنه، شیعه میای از روایات سنی تکفیر میکنه. در این حالت چیزی که ما با هم نزدیک میکنه قرآن هست. اگر ما الان میگم روایت های از اونها همه جهلی هست و دروغ هست و اینها، خب عکس میگه که روایت های شما همه جهلیه و همه دروغه و همه فلان. اما ما میگیم که آیا اینجا مهمه قرآن رو در وسط میگذاریم، اصلا بحث روایات رو نمیاریم، قرآن رو فقط میگذاریم، بحث هم به جزئیات نمیریم، کلیات. خب ما وقتی که میگیم ذوالحجه، وقتی که ما میگیم ذوالحجه، بیخی دهه ذوالحجه ما از روایات اگر ثابت بکنیم، همین لااقل در قرآن همین قدر اشاره شده که والفجر ولیال عشر. ولو که ایر اگر بگن که عشره رمضان و اینها، ما میگیم قرآن میگه و یذکر اسم الله علی ما رزقهم او یذکر اسم الله فی ایام معلومات. خب این آیه ما قبل ما بعد در سیاق در کدام سوره؟ سوره حج.
ایام معلومات کدام ایام هست؟ از همه ما وقتی بحث از عرفات میکنیم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقتی ما فضیلت مسجد الحرام میگیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام، آیات دیگر میبینیم فول وجهك شطر المسجد الحرام، چندین جا بحث مسجد الحرام. وقتی ما میگیم مسجد قبا یا مسجد رسول صلی الله علیه و آله لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، در اولین روزها، در این قسمت همه این مسائل بحث قرآن. اما شما از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن از الف الحمد تا سین و ناس فقط کنایتاً از زیارت کربلا و امثال زیارت کربلا، از زیارت کربلا و امثال زیارت. حتی شما از داخل قرآن فضیلت قبر رسول صلی الله علیه و سلم ما پیدا کنیم که ما مستقیم از یک کشور مستقیم حرکت کنیم به قصد آمدن فقط زیارت قبر رسول صلی الله علیه و سلم. شما یک آیه پس به هر حال کتابی که بین همه امت اسلامی وحدت میاره، اتحاد میاره، اتفاق میاره، انسجام میاره، محبت میاره، قرآن هست. همه کنار همدیگر قرار میده. والله قسم اگر شیعه و سنی چنگ به قرآن بزنیم ذره اختلاف در بین امت اسلامی نیست، ذره. چون خود قرآن میگه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء، پس از این معلوم میشه تنازع هست، اختلاف هست. اگر شیعه سنی حتی مذاهبی که در بین اهل سنت هست، در بین اهل تشیع هست، همه ما وقتی میگیم مسلمانیم خب اختلاف میآید. تو چی گفتی، من چی گفتم، روزه این گونه هست، وضو این گونه هست، اختلاف آمد. حتی میبینیم بین فقها وقتی که فقها نظریات دارن خب اختلاف هست، خب اجتهادات هست، برداشت ها هست. شما وقتی که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ چه کار کنید؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ الرَّسُولِ. شما این را مراجعه کنید، این را سوق بدهید به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. کل اختلافات شما، کل مشکلات شما و کل درگیری های شما همه جمع میشه. اصلا روایات را کنار بگذاریم. در مرحله اول باید بیاییم به اصل و اساس که قرآن هست. چون شما وقتی این را اشاره کردیم من به این نکته بیشتر توضیح دادم. من همیشه دعا میکنم که پروردگار عالم بین همه امت اسلامی اتحاد و اتفاق. والله قسم جناب استاد رحیمی صاحب، امروز بحثی که وقتی بین شیعه و سنی میشه، اختلافی که بین شیعه و سنی میشه، این به نفع امت اسلامی نیست. این به نفع، چون از این دریچه دستای بیگانه یهود و نصارا داخل میشه که این اختلاف را دامن بزنن. و متاسفانه 4 تا آخوند دین فروش که رهبریت برادران اهل تشیع ما را به دست گرفته که خوب میدانن، مثل که علمای یهود خوب میدانستن الذین یعرفونه کما یعرفون ابناهم، خوب میشناختن که این محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم این پیامبر هست، آنچه هم که میگه از جانب خدا میگه. ولی اون بازار اینا که کساد میشد، جیبهای اینا خالی میشد، مردم رو به گمراهی سوق میدادن. والله قسم اختلاف به نفع امت اسلامی نیست، درگیری به نفع امت اسلامی نیست. چیزی که ما را با هم جمع میکنه برات قیل و قال نگردیم. در قدم اول فقط قرآن، آنچه که در قرآن آمده. از هر نوعی که من و شما مراسم عبادی را انجام میدیم، میگیم نماز، در قرآن گفته اقیم الصلاة، یک اشاره کرده. وقتی ما میگیم زکات، در قرآن اشاره شده. حتی نمیریم به تفصیلاتی ها. اما بیاییم ما به اماکنی که از پیش خود فضیلت میدیم، به اشخاصی که از پیش خود فضیلت میدیم، بیاییم ما یک نمونه فقط کنایتاً پیدا کنیم. چگونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن از پشه میگه، از مگس میگه، از اشیاء جزئی میگه، از عادت ماهوار زنها میگه و از مسائل جزئی و کلی میگه. از همه این مسائل، همه اینها بیان میکنه. اما زیارت کربلا که برابر 1 میلیون حج ثواب داره، هیچ اشاره نباشه،
هیچ اشاره نباشه. بالاخره امام زمانی که همه این بروفایی که میآید در دنیا و بالاخره با یک عالم کشفش و بالاخره چی از یک کنایتا هم اشاره نباشه. از این نکای موقتی که امروز به حق خواهر و برادر شیعه ما ظلم و جفا صورت میگیره هیچ اشاره نباشه. مسئله متعه و یا صیغه‌ای که بحث میشه یا مسائلی که خمسی که امروز هست، حتی خمس در قرآن کجا اشاره شده؟ جالبه که وقتی که پرسان میکنه میگه واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. خمسه که بابا جان طرف کافر کنیه که تو از خمس بگیری، 5 بگیری، یا سانی جنگ کور نگرفتی، مالی را سانی جنگ گرفتی که غنیمت باشه. غنیمتم. پس در این راستا جناب استاد رحیمی صاحب همیشه من خواهان وحدت بودم، خواهان وحدت هستم. الله سبحانه و تعالی دست دشمنان را کوتاه بگردانه که قضیه دامن زدن و اختلاف بین شیعه و سنی و بین امت اسلامی در شرایط کنونی آب ریختن به آسیاب دشمن هست که امت اسلامی جز ضرر چیز دیگری برداشت نمیکنه. جزاکم الله خیرا. تشکر. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم. بعد از میان برنامه انشاءالله نوبت شماست. با صدا و تماس های شما برمیگردیم. با ما باشید. آیا دلمرده ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر میبرد و نمیتواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علیا عبد الله. الله اکبر.
با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی با برنامه قلبی آسیا با موضوع فضایل دهه ذوالحجه خدمت شما بودیم. صحبت های تفصیلی جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در مورد فضایل این 10 روز مبارک و اعمال صالحی که در این 10 روز انجام شود و فضیلت او نزد الله متعال بهتر و محبوبتر از جهاد فی سبیل الله هست و چرا این همه فضائل در این 10 روز نهفته شده است. جناب مولانا گفتند که این مسئله توقیفی هست، چیزی را که خدا و پیامبر گفت ما جز تسلیم شدن و منقاد شدن هیچ راه نداریم. شارع و خداوند ذاتی است که میتونه برای یک مکان یا برای یک شخص یا برای یک وقت فضیلت و اهمیت قائل شود. وقتی خداوند انبیا را بالای بقیه بنی آدم فضیلت میته و در میان انبیا هم بعضشان را بالای بعضشان فضیلت میته، در اماکن وقتی که میایم مکه مکرمه را بالای تمام زمین های دنیا فضیلت میته، در اوقات هم رمضان و 10 ذوالحجه، روز عرفه، شب قدر، روز جمعه و غیره اوقات را الله متعال بالای اوقات دیگر فضیلت میدهد. ما جز تسلیم شدن راه نداریم. این فضیلت را هم خداوند برای این 10 روز داده و در این 10 روز این امتیاز را گذاشته که اعمال صالحه در این 10 روز نزد الله متعال محبوب تر از جهاد فی سبیل الله می باشه. جناب مولانا در خلال صحبت‌هایتان به یادم آمد گفته بودین که امام نووی رحمه الله روزه گرفتن این 10 روز را از جمله اعمال صالحی که در این 10 روز انجام می شود روزه گرفتن هست. روزه گرفتن در این 10 روز را امام نووی رحمه الله مستحب گفتن و مستحب یعنی سخت‌تر و محکم‌تر. آیا از پیامبر صلی الله علیه و سلم هم چیزی ثابت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم علاوه از این اقوال عمومی که عمل صالح گفته که روزه هم شامل از اون میشه، خودشان روزه گرفته باشند در این 10 روز؟ پیرامون ببخشید بسیار زیاد میبخشید همکار عزیزم، ما وعده کرده بودم که وقت بیننده هاست، متاسفانه فراموش کردم. لطفا شماره برنامه را محمد جان زیرنویس بکنید. بیننده های عزیزی که میخوان در این بحث با ما شریک شوند تماس بگیرن و دلگفته های خود بیان بکنن. بسیار میبخشید. فرمایید. پیرامون احادیثی که از نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت شده ارتباط به این که خود رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آیا در این دهه اول ذوالحجه آیا روزه گرفتن، چند روز روزه گرفتن، روایات مختلف هست. روایات مختلف هست. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند ما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم صائما فی العشر قط. رواه مسلم. ام المؤمنین عایشه میفرمایند که من ندیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم که روزه داشته باشند در دهه اول ذوالحجه اصلا و ابدا. حدیث دیگر که حدیث حفصه رضی الله عنها میفرمایند که اربع لم یکن النبی صلی الله علیه و سلم یدعهن. ما 4 چیز هست که ام المؤمنین حفصه میفرمایند 4 چیز و یا 4 عمل از رسول صلی الله علیه و سلم که اونها را رسول صلی الله علیه و سلم هیچ وقت ترک نمی کردن. درست. صیام یوم عاشورا، رسول صلی الله علیه و سلم روز عاشورا روزه می گرفتن. درست. سنت رسول صلی الله علیه و سلم. والعشر، این 10 روز روزه می گرفتن. و 3 ایام من کل شهر، 3 روز در هر ماه روزه می گرفتن. و رکعتان الفجر، 2 رکعت سنت صبح هم هیچ وقت از رسول صلی الله علیه و سلم ترک نمیشد. که رواه احمد. امام احمد ابن حنبل رحمه الله باز هم روایت میکنن از بعض دیگر ازواج مطهرات که رسول صلی الله علیه و سلم روز 9 روزه داشتن، یعنی روز عرفه، و همچنین در خلال این 10 روز که روز دوشنبه و پنجشنبه می آمد اینم روزه داشتن. امام احمد رحمه الله بین این احادیث این نکته را اشاره میکنن که رسول صلی الله علیه و سلم در اوقاتی که نزد ام المؤمنین عایشه میرفتن روزه نداشتن و ام المؤمنین از این چنین روایت میکنن.
و پیش حافظه رفته بودن روزه داشتن، حضرت حافظه چنین روایت میکنن. و بعضی ازواج متوجه شدن که بعضی روزها روزه دارن و بعضی روزها روزه ندارن. و اینجا امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام احمد میگن که قول راجح و صحیح اینه که فاکثروا، شما اکثر روزها، یعنی کثیر، اکثر روزها، اگر هر روز نمیتوانید اکثر روزها شما روزه داشته باشید و لااقل نمیتوانید در وسط اگر دوشنبه و پنجشنبه آمد روزه داشته باشید و روز عرفه روزه داشته باشید. و دیگر این که امام نووی که شما اشاره کردیم، چون رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین عمل صالح به نزد الله سبحانه و تعالی اعمالی که در این 10 روز صورت میگیره و انجام میگیره، آنها از این که انسانها از این عمل صالح و روزه پاداش اجر صائم، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقت صائم برای از دو خوشحالی است، وقت افطار و وقت دیدار پروردگار عالم. و مسئله دیگر برای صائم الله سبحانه و تعالی اجر صائم را برای خود گذاشته. اینجا امام نووی رحمه الله میفرمایند که این 10 روز و یا این 9 روز مستحب شدیدیه تا اینکه انسانها بیشتر و بیشتر پایبند روزه بشن. و یک نکته اگرچه بینندگان ما پشت خط زیاد هستن بازم اشاره میکنم، امام نووی وقتی تاکید به روزه میکنن، چون انسانی که روزه بگیره طبعا وقتی روزه داشت ذکرش، تسبیحش، تهلیلش، تلاوتش و اینها همه بالاخره حتی وقتی روزه میگیره به قصد سحری برمیخیزه، تهجدش، همه این مراسم و برنامه عبادی منظم و تنظیم میشه در روزه گرفتن. وقتی روزه داره کوشش میکنه گناه نکنه، چشمش روزه داشته باشه، دستش روزه داشته باشه. و در این قسمت وقتی گرسنه احساس گرسنگی بکنه به یاد فقرا و مستضعفین و اینها، به این واسطه امام نووی رحمه الله فرمودن که کسی میتوانه این 9 روز روزه بگیره و روز 10 را هم تا لحظه ای که نماز عید میخوانه افطار نکنه و نماز عید خوان از آن قربانی که داره افطار بنماید. تشکر، سلامت باشین. بیننده زیاد پشت خط داریم. به اجازه شما میرم به سراغ اولین بیننده رو به اجازهتون من میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. خواهر گرامی بفرمایید. میخواستم با آقای مجیب الرحمن صحبت کنم. صدای شما را میشنوند، بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. سلامت باشید. بفرمایید خواهر گرامی، صدای شما را میشنوم. میخواستم ببینم این تعرضی که میخوایم روزه بگیم، مثلا زنها عادت معینه بشن، اون موقع روزهشون چجوری میشه؟ یا که مثلا قرص یا آمپور چیزی استفاده کنیم گناه نداره؟ سوالتان نگرفتیم خواهر گرامی. سوال دیگه هم دارین؟ بعد دختر چی؟ دختر اگه مثلا روزه بگیره نمیتونه قرص و آمپور استفاده کنه، اون چجوری این روزش میشه؟ خوب است، سوالتون نگرفتیم. انشاءالله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. خدا بعد یه سوال دیگه استاد گرامی. بفرمایید. بعد این پول بانکی که میذارم به بانک، شوهر من میگه خواهر گرامی سوالتون مربوط میشه به برنامه پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه. تماس بگیرید، انشاءالله مولانا عبدالقدوس دهقان پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. سوال اولتون مربوط به برنامه ما میشه، پاسختان را دریافت خواهید کرد. تشکر از تماستان. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. فرید جان لطفا صدای بیننده را بلندتر بفرستین. بله، خوبین، سلامتین. سلامت باشید. بفرمایید. موضوع برنامه ما بود فضایل دهه ذوالحجه. بفرمایید. من گفتم درباره خمس و زکات، گفتم طلا داشته باشی باید چقدر خمس و چیز اینا بده؟ در مورد خمس البته جناب مولانا صحبت تفصیلی کردن قبلا که اگر شنیده باشین، برنامه را دیده باشین. گفتن که خمس از مال غنیمت گرفته میشه وقتی که از کفار در میدان جنگ گرفته میشه و بالای مسلمان ها هیچ گونه خمسی نیست. البته زکات هست، طلایی که شما دارید در برنامه پرسش و پاسخ تماس بگیرید و مقدار زکات و نصاب طلا را جویا شوید. تشکر از تماستان. خداحافظ. خداحافظ. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خوش آمدید. موضوع برنامه ما فضایل دهه ذوالحجه که از فردا آغاز می شود. بله، قبل از اینکه سوال خود بپرسم، سلام دارم خدمت شما جناب رئیس بزرگوار و خدمت جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری. و علیکم السلام. عبدالله صالح است از ولایت زیبای هرات به تماس شدم. اسمتان؟ عبدالله صالح. عبدالله جان صالح از ولایت هرات. خوش آمدید بنده عزیز، بفرمایید. بله، من خواستم از جناب حضرت مولانا بزرگوار سوال داشته باشم در مورد فضایل ذوالحجه. حضرت مولانا بیان فرمودند و انشالله از این به بعد هم بیان میکنم. یک سوالی که ما داشتم، سوال معذرت قرار بود که ما فعلا در هرات هستیم و در یکی از خانه های همسایه های ما این ساز سرود برای انداخته در این شبهای مبارک. میخواستم که نظر مولانا مجیب الرحمن انصاری را در این مورد بشنویم که این گناه هذی را بیان کنند. حالا مثلا ما در اینجا نشسته هستیم و اصلا نه ما را به خواب میگذارن و نه هم به دیگه عبادتی که شبهای ذوالحجه شبهای عبادت. فقط در حضرت مولانا مجیب الرحمن اگر برای ما این بگن واضح سازن که گناه در این شبها خصوصا حق الناس، یعنی آزار همسایه حق الناس است در این شبها، یعنی یک گناه خوب گناه موسیقی که بلند موسیقی بلند میکنن و یک گناه هم گناهی که همسایه آزاری و دیگر گناه های در ماه ذوالحجه اگر یک روشنایی برای ما بندازن خوش میشه. تشکر. انشاءالله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. سوال دیگه ندارید؟ فقط ما را از دعا فراموش نکنید. از شما نیز التماس دعا داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خداحافظ. بنده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. موضوع برنامه ما فضائل دهه ذوالحجه. بفرمایید. سلام به خود و برادر انصاری میرسم بردن. و علیکم السلام و رحمت الله. سوالی من این است که امید روزه از پگاه سر میشد، از همین شب سر خود میکنم. بله، سوالتان واضح است که روزه از صبح شروع می شود. فردا اولین روز ماه ذوالحجه است. همین 10 روز اول ذوالحجه که دارای فضائل و اهمیت خاصی است، از فردا روز شنبه آغاز می شود. برادر بعد یک کپی وای قدرتی تماماندی نداره قربانی کردم و همو چه قربانی کنه جگان چیدی مایده میشد قربانی کردم. هدفتان از چیز مایده چی است؟ مرغ است؟ هم مرغ است یا یکم درست است. سوالتان گرفتیم. انشالله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان بنده عزیز. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، سلام حضرت. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت و زنده باشد. برنامه قلب آسیا است. بفرمایید. ببخشید، من سوال این است که من ایران هستم، آسمی هستم. خب من نماز تو نمیتونم مثلا بخوان ما یا قربانی مثلا بگیریم قربانی کردن اینجا مثلا درست است یا نیست؟ نماز چی را نمیخوری؟ نماز پنجگانه هدفتان است یا نماز عید؟ نه، نماز عید سید قربان. نماز عید قربان خوانده نمیتونی در ایران؟ نمیتونم، مثلا نمیذاره، مثلا تو ایران هست مثلا اینجا نمیذاره بذار بخوانم دیگه ما را چی میکنم دیگه؟ چرا مگر جمهوری اسلامی نیست برادر عزیز؟ در امریکا که نیستید، در جمهوری اسلامی ایران هستید. بله، اینجا تو نمیذارن دیگه، اصلا میگه حق نداره که نماز بخونی. نماز عید خوانده نمیتونید؟ مثلا 5 سال مثلا اینجا هست، من چند بار مثلا خوندیم ما رو نگذاشتن، مثلا زدن نتیجه کردن مثلا نمیترسیم، مثلا نمیخوانیم دیگه، مجبور که بخونه بشینیم عید سید قربان. بسیار خوب. سوالتان این است که نماز عید قربان بر شما اجازه نمیتن که بخوانید قربانی را چطور کنید؟ قربانی بکنید یا خیر؟ درست است؟ تماسشان قطع شد. سوالشان همین بود. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیزتان عالم بزرگوار افغانستان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز شما؟ میر عبدالسلام هستم، از استان پروان افغانستان به تماس هستم. عبدالسلام از پروان؟ از پروان، استان پروان. بله. شما فعلا در پروان هستین؟ ما فعلا از پروان شما را زحمت میدم. در پروان شبکه جهانی وصال حق نشرات داره، میتونین که ببینین بدون کدام مشکل؟ بدون کدام مشکل. یگان فکت داره دیگه، انشالله که نشرات شما منظم است، استفاده میکنیم. الحمدلله، خوشحال شدیم بنده عزیز ما از استان پروان افغانستان. بفرمایید، موضوع برنامه ما فضایل دهه ذوالحجه و صحبت های تفصیلی مولانا را در این مورد شنیدید. بفرمایید. از صحبت‌های جناب مولانا صاحب و از پروگرام شما بسیار زیاد تشکر، ممنون هستیم که بسیار راهنمایی سودمند برای ما می‌کنید. خواهش می‌کنم. در سوال منجا بود که اگر بله، اگر روزه ما از مدت 10 روز، مثلا کسی که سر از فردا روزه شروع میشه، اگر به روز اول آمادگی نداشته باشه و روزهای بعدی را تعقیب بکنه، همین چی حکم داره اگر یک روز از 10 روز کم میشه؟ درست است. اگر یک روز کم میشه و از 10 روز، جناب مولانا گفتن که حدیث را که خواندن اعمال صالحه، اعمال نیک، روزه باشه، نماز نفل باشه، صدقه و خیرات باشه، عیادت مریض باشه، رفتن به خانه همسایه باشه، صله رحم باشه، تمام اعمال نیک، ذکر الله متعال باشه، در این روزها از جهاد فی سبیل الله بهتر است. همین اینها را شامل است. بنده عزیز شما فرصت خوبی دارید، 10 روز پیش رویتان است. بخیر و سلامت باشید. خداوند شما را توفیق بده. از شما بسیار زیاد ممنون هستید. تشکر هستم. استاد بنده عزیز، خداحافظ. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بیننده گرامی. برنامه قلب آسیا است. موضوع برنامه ما فضایل دهه ذوالحجه است. بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. هستم، از بلوچستان ایران زنگ میزنم. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. موضوع ما این سوال ما اینه که گفتن در مورد این کوتاه کردن مو و نهان در این طول این 10 روز برای کسانی که قربانی میکشن چطوره؟ درست است بنده عزیز. برنامه را اگر بعد شنیدین، جناب مولانا گفتن که کسایی که قربانی میکنن موی نگیرن و ناخن را تا 10 روز تا وقتی که قربانی نکنن نگیرن. ان شاء الله بازم پاسخ خواهم گفت. تشکر از تماستان. خداحافظ. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. فضایل دهه ذوالحجه موضوع برنامه است. بفرمایید. میخوام استاد مجیب الرحمن را سوال کنم. بفرمایید. همین 10 روز ماه ذوالحجه جناب پیغمبر روزه گرفتگی یا امر کردگی که بگیرین، همین چیکار بفهمید؟ 10 روز را پیامبر روزه گرفتن، یعنی قبل از تماس ها جناب مولانا پاسخ دادن. البته از بعضی ازواج مطهرات مثل که حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرده که پیامبر روزه نگرفته، اما حضرت حفصه رضی الله عنها روایت کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این 10 روز روزه میگرفتن. جناب مولانا گفتن که روزهایی که نزد حضرت عایشه میرفتن روزه نبودن و روزهایی که نزد حضرت حفصه و بقیه ازواج مطهرات میرفتن روزه داشتن. پس روزه گرفتن و نگرفتن از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. بله. با یک سوال دیگه. بفرمایید. میشه که ما 2 تا مال بگیرم یا تینوی پیغمبر یا تینوی خودم وای کنم برای قربانی؟ 2 تا مال گیرم یا 2 گوسفند مقصد گیرم؟ بله بله. یک تینوی پیغمبر یا تینوی خودم. سوالتان نگرفتیم. سوالتان بجا است. سوالتان نگرفتیم. ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان بنده عزیز. سلام گم باری سراغ سلام. در ما دعا کنم گوشت. از شما هم التماس دعا داریم. خداحافظ. خداحافظ. برنده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. موضوع برنامه ما فضایل دهه ذوالحجه است که از فردا شنبه شروع می شود. بفرمایید. استاد پیامبر صلی الله علیه و 10 روز رو روزه، 9 روز ذوالحجه رو روزه گرفتن. سوال تا نگرفتیم. 9 روز گرفتن هم سنت است یا که 1 روز 2 روز سنت است؟ سوال تا نگرفتیم. جناب مولانا انصاری باز پاسخ میدهند ان شاء الله.
سوال دوم، شب‌های ذوالحجه فضیلت دارد عبادت کردن زنده داریش مثل شب‌های رمضانیا که تا روزاش بهتر است، از شب دیگر روزاش بهتر است. خوب است، سوالتان واضح است، گرفتیم سوالتان را. انشاءالله جناب مولانا ناصری پاسخ خواهند داد. شما را خیلی دوست دارم. احبک الله الذی احببتنا فیه. تشکر بنده عزیز، خداحافظ. از شما هم التماس دعا داریم. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بیننده عزیز، خوش آمدید. برنامه قلب آسیا است. فضایل دهه ذوالحجه موضوع برنامه ماست. بفرمایید. ان شاء الله خداوند نگهبانتان باشه. شما تبریک میکنیم. ایده قربان خاطر برادر استاد مجید رحمان، شما همه فرماندان رسول حق. همین 10 روز قربانی نکردگی روزه دارد یا قربان نکردگی روزه دارد نشود؟ روزه 10 روز برای کسی است که قربانی میکند یا برای همه؟ درست است؟ آره درست است. سوالتان را گرفتیم. ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. استاد مثلا حالا وای هفته که سوالم رو دادم نتونستم تلفن کردم نشد. هم زنهای ما بسیار به محرم میرن. همین درست است، درست است. همین کمتر جواب میدادم. استاد التماس. زنها به محرم میروند. به محرم کجا میروند؟ به بازار؟ حج میرن. به محرم به حج میروند. درست است. سوالتون گرفتیم. سوالتون گرفتیم. تشکر بنده عزیز، از شما هم التماس دعا داریم. خداحافظتان. بنده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. از ولایت هرات. از ولایت هرات صحبت میکنم. هرات، خوش آمدید. جناب حاجی مولوی صاحب و شما. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خوش آمدید. موضوع برنامه ما بود فضایل دهه ذوالحجه. البته شنیدید صحبت های جناب مولانا را. میبخشیم، یک سوال میخواستم بکنم. با خودم 65 سال سن منه. من تقریبا 3 سال میشه ماه مبارک رمضان روزه میگیرم، اما بیدین سحری. این میخواستم که از مولوی صاحب سوال کنم اراده داره یا نه؟ درسته، سوالتان گرفتیم. انشاءالله جناب مولانا پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان بنده عزیز. سلام زیاد تقدیم میکنیم برای مولوی صاحب. هر زمان که برای صفحه تلویزیون مولوی صاحب میبینیم ما با خواجه صاحب انصاری. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر بنده عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. صدای بیننده را نداریم. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. فرج جان، ما صدای بیننده را نداریم، نمیفهم که مشکل از کجاست. بله، سلام علیکم. آخرین بیننده را من میگیرم. خدا کنه که صدایش بشنویم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، آخرین بیننده هستید که تماستون با استودیو وصل شده. برنامه ما قلب آسیا، موضوع برنامه بود فضایل دهه ذوالحجه. بفرمایید. عرض سلام ادب دارم خدمت استاد عزیز. و علیکم سلام و رحمت فقط التماس دعا داشتم که در حق ما اهل اویله دعا کنند و در این ماه مبارک و در دهه اول ذوالحجه ان شاء الله از شما هم التماس دعا داریم. ان شاء الله که عمل کننده گفته‌های قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلام باشیم. خدا شما را نگهبان باشد. آمین. سلام علیکم و رحمت الله.
آمین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از بیننده های عزیزی که تماس گرفتن و پرسش هایشان را مطرح کردن. بیننده هایی که تشکری کردن ما از ایشان تشکری میکنیم که با ما همراه هستند. بیننده هایی که التماس دعا کردن ما همیشه در حق شما دعاگو هستیم. جناب مولانا البته بیشتر از همه در حق شما دعاگو هستند و ما هم از شما التماس دعا داریم. بیننده های عزیزی که پشت خط ماندن و بنا بر ضیق و تمام شدن وقت نمیتونیم تماسایتان را بگیریم، از شما معذرت میخواهیم، معذرت ما را پذیرا باشید. جناب مولانا، بیننده های عزیزی البته سوال های داشتن، یک تعدادشان سوال هایی بود که به برنامه پرسش و پاسخ باید مراجعه شود که در مورد زکات و طلا و غیره، نصاب طلا و غیره بود. سوال هایی که در مورد روزه های دهه ذوالحجه یا اعمال دهه ذوالحجه است، من خدمتتون مطرح میکنم. اولین خواهر ما سوالشان این بود که خواهرها به خاطر منع کردن عادت ماهیانه اگر آمپول استعمال بکنن یا حبوب و غیره تا 10 روز را بتونن که روزه بگیرن، آیا اشکال داره؟ من از همه عزیزان تشکری میکنم. نسبت به سوال این خواهر عزیز و گرامی، اولا از نظر شریعت دین مقدس اسلام اشکال نداره که از قرص یا از آمپول استفاده میشه برای جلوگیری از عادت ماهوار، اما علما بیشتر توصیه در همینه که وقتی که عادت ماهوار برای یک زن رخ میده، کاملا او در جسم از او و همه از لحاظ حتی طبابت امروزی که اطباء هم این مسئله رو مطرح میکنن، کاملا قضیه که باید جلوگیری نشه. همون عادت یعنی بله صحت از او هست. اگر یک خواهر در این روزها حتی در ماه مبارک رمضان با عادت ماهوار قرار میگیره و او از عبادت پروردگار عالم مثل روزه مثل نماز میمانه، الله سبحانه و تعالی اجر و ثواب صائمین رو برای از او میده، چون انما الاعمال بالنیات. و میخوام این نکته اشاره کنم که اگر استفاده کردن که اشکالی نداره، درست، اما فقط از یک صیام، از روزه و یک نماز میمانه و تلاوت قرآن. اما خیلی از خواهرات در وقت عادت ماهوار احساس میکنن دیگه کاملا ارتباط اینا از خداوند قطع میشه. خیر چنین نیست. درست. خواهر میتونه در کنج خانه خود در وقتی که در عادت ماهواره بنشینه، لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، استغفر الله بگه، ذکر داشته باشه، حتی درود به نبی کریم صلی الله علیه و سلم بخوانه. پس به این حال فقط محروم شده از یک روزه، محروم شده از تلاوت قرآن، محروم شده از نماز، از کل اعمال صالحه که ذکر هست، دعا هست، دست به دعا بلند کنه، نیمه شب برخیزه با پروردگار خود راز و نیاز داشته باشه، ربنا به خاطر طلب، به خاطر دعا حتی ربنا ها رو بخوانه. درست. نیتی دعا نباشه، نیتی دعایه. در این قسمت اگر از اون قرص و آمپول استفاده کنن اشکالی نداره و اگر استفاده هم نکنن به صحت اینا بهتر. تشکر جناب مولانا. بیننده بعدی عبدالله صالح از هرات گفتن همسایه‌شان سر و صدا و موسیقی دارن، اذیت کردن مسلمان ها در این ده روز. طبعا همونطوری که من از جمله اعمال صالحه اشاره کردم، یکی این بود که ما باید که متوجه حق و حقوق دیگران باشیم، خصوصا حق و حقوق همسایه، و طبعا آزار هر انسان مسلمان گناه است و خصوصا آزار همسایه، چی با موسیقی باشه و چی بالاخره در اعمال دیگر، پس گناه بزرگ است. و در این ایام طبعا وقتی که به نزد الله سبحانه و تعالی عبادات، اعمال صالح ارزش داشته باشه و خدای تبارک و تعالی میخواد به وسیله اعمال صالحه بندگانش به او نزدیک بشن، ولی این بنده بر علاوه که اعمال صالحه ترک کرده بیایه عناد و سرکشی کنه، گناه و معصیت کنه، همسایه آزاری کنه، طبعا غضب پروردگار عالم بر سر چنین انسانی میایه. امیدواریم که شاید این انسان ها نفهمن، ندانن. امیدواریم که این دوست ما جناب آقای عبدالله صالح به زیبایی و مقبولی همسایه خود را بفهمانن و او را راهنمایی کنن ان شاء الله. بنده بعدی از تاجیکستان سوال کردن که کسی که توانمندی قربانی را نداره، چیز خورده مثل مرغ و غیره اگر
قربانی کنه میشه؟ نه، مسئله قربانی مسئله‌ایه که الله سبحانه و تعالی وقتی که همان استطاعت و توانایی داده، قربانی که دین تعیین کرده عبارت از گاو، گوسفند و شتر هست و اونها هم از خود شرایط داره. پس بناهن کسی که قربانی بر از او واجب نیست که قربانی کنه، بیشتر از گوشت قربانی استفاده کنه، در این روزها بخوره و نوش جان کنه تا اینکه بالاخره و کوشش کنه دیگه اعمال صالح انجام بده. جزاکم الله خیرا. بیننده بعدی از ایران فکر میکنم برادر افغانی ما بودن، گفتن در ایران هستن و نماز عید خواندن نمیتونن، نمیفهمن. به هر حال نماز عید یک حکم، قربانی حکم جدا هست. نماز عید خواندن نمیتونن، اشکال نداره، ترک وقتی که با عذر باشه، مانع باشه، ظالم سر راه باشه، گناه بر اینا نمیشه، ولی کوشش بکنن که اگر در مناطقی که حتی توان دارن برن بخوانن و اگر بر اینا میسر نیست، الله سبحانه و تعالی میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما قربانی وقتی بر اینا واجبه باید قربانی انجام بدم. یکی جمهوری اسلامی چرا نماز عید اجازه نمیتن برادران افغانی مهمانشان هستن، مهاجرین افغانی که در آنجا هست و حتی اهل سنت خود ایران که اونجا زندگی میکنن؟ خب طبعا میبینیم امروز بحث تنها اگر ما در گذشته میگفتیم افغان‌ها یا اهل سنت اجازه مسجد و نماز و اینها نمیدن، امسال به هم واضح و آشکار شد که برای حکومت و نظام ایران نه شیعه مهمه نه سنی. میبینیم خیلی از برادرها و خواهرای تشیع ما امسال از نعمت حج محروم شدن. یعنی تا به حال ما گیله داشتیم که اهل سنت امسال واضح و مشخص شد که در بعضی نظام ها و حکومت ها برای اینا ملت ارزش نداره، فقط همون حفظ قدرت و حفظ چوکی و حفظ همان آرمان های پوچ و خیالی اونهاست. جزاکم الله خیرا. برنده بعدی ما پرسیدن که کوتاه کردن ناخن و موی کسی که قربانی میکنه مستحب، از جمله استحباب هست که کسی که قربانی داره فقط یک تشابه هم برای حجاج بیت الله الحرام داشته باشه. از اول ذوالحجه و تا روزی که قربانی میکنه فقط دو چیز، یک ناخن نگیره و موی بدن رو کوتاه نکنه. این فقط یک تشابه هست، من تشبه بقوم فهو منهم. چون حجاج وقتی که احرام میبندن و طرف حج روان میشن، جز ممنوعات احرام یکی گرفتن ناخن و یکی کوتاه کردن مو هست. این فقط و مخصوص برای کسیه که قربانی داره و روز عید قربانی میکنه. اگر قربانی نداشت لازم نیه که متوجه این قضیه. جزاکم الله خیرا. بنده بعدی برادر ما از تاجیکستان گفتن میخوام 2 مال بگیرم، 1 مال از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی کنم. این هم مسئله نیست که بر امت واجب باشه یا بالاخره بر او شخصی که حتی هر قدر سرمایه دار هم باشه واجب نیست، اما علما و فقها برای استحسان و نیکو بیان کردن. چون نبی کریم صلی الله علیه و سلم همیشه که قربانی میکردن قربانی داشتن از طرف امت، و امروزه هم اگر کسی قربانی میکنه و اجر و ثواب و پاداش و این عبادت رو به نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرسته، طبعا کار نیکیه، کار مقبولیه. و اما متوجه باشن عزیزان که وقتی خود اینا قربانی میکنن از طرف دیگر کسی قربانی میکنن، هدف این نیست که ما گوشت و پوست و خون و انهار. قرآن به صراحت کامل میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا. پس مهمترین چیز تقوا هست و اخلاص هست که اگر قربانی هم میکنیم باید قربانی ما خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. تشکر جناب مولانا. بیننده بعدی ما گفتن که این فضایلی که ذکر کردن مربوط به روزهای این 10 میشوه یا شبهایش هم همین فضایل رو داره؟ طبعا وقتی که نگاه میکنیم که این روزها با این عظمت و بزرگی و همچنین بحث آمده که در این ماه و در این 10 روز ما همانطوری که روز عرفه با او عظمت و بزرگی داریم، باز شبهای در منا داریم، شب در مزدلفه داریم. این که قرآن میگه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا روزها هم عظمت داره و بزرگی داره. در اینجا یکی از دوستا که یکی دو اشاره کردن که ما روز اول روزه گرفتن نمیتونیم، آیا اگه از روز دوم و سوم روزه رو آغاز کنیم؟ قبلا هم اشاره کردیم که در این روزها هر کس به اندازه توان خود، یک برادر توان داره 9 روزه میگیره، یک برادر 2 روز 3 روز و 4 روز. حتی عزیزانی که توان ندارن فقط روز عرفه روزه بگیرن اجر و ثواب، و او خواهر و برادری که هیچ توان نداره
انشالله به همون نیتی که داره الله اجر و ثواب صائمین رو میده و او تلاش کنه به نماز، تلاش کنه به ذکر، تلاش کنه بالاخره به صدقه و به اینها. بنده بعدی پرسید که این روزه برای کسی است که قربانی داره یا هم برای اجر و ثوابی که در این روزها گفته شده برای فقیر و غنی و برای کسی که استطاعت قربانی داره و استطاعت نداره، همه این اذکار، همه این فضائل شامل همه زن و مرد و شامل هر انسانیه که ما قبلا اشاره کردم که این دسترخوان وسیع رحمت پروردگار هست که هر کدام ما میتونیم که از این بهره‌مند بشیم و اعمال صالحه با انواعی که هست انجام. تشکر جناب مولانا، وقت ما رو پایان هست، وقت داریم. بیننده پرسیدن که از 3 سال بدون سحری روزه گرفتن اما سحری نخوردن. سحری شرط برای روزه نیست که ما اگر سحری نکنیم روزه درست نشه. روزه درست میشه اما ترک سنت کردیم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید شما در افطار عجله کنیم و در سحری تأخیر کنیم و بیدار شدن در سحری. حتی رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید ولو که هیچ دل شما غذا هم نمیخواه برخیزیم یک جرعه آب، یک گلاس آب بنوشیم تا از اجر و ثواب همان وقت سحر که و بالاسحار هم یستغفرون، دوستان خدا در سحرگاه استغفار میکنن، از اون بهره مند بشید. تشکر. زنهایی که بدون محرم به حج میروند گفتن یکی از شروط حج برای خانم ها محرم گفته شده، یعنی وقت زن محرم شرعی نداشت حج برای از اون نیست. اما بعضی از فقها یک نکته در اینجا اشاره کردن که از یک شهر و یک دیار جمعی از خواهران میآیند و در بین اون خواهران اگر خواهری میآید و محرم او هم، البته بعضی از فقها این اجازه دادن، نظر جمهور اینه که در سفر حج یکی از شروط حج محرم برای زن. تشکر. 2 دقیقه وقت داریم، صحبت پایانی شما رو میشنیم. تشکر. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده، خصوصا و بالاخص برای خواهران و برادرانی که در این لحظه از فضائل دهه اول ذوالحجه واقف شدن. پروردگار عالم به ما توفیق بده که از این فرصت ها استفاده کنیم. کسی که توان روزه داره روزه بگیره، کسی که توان صدقه داره صدقه بده، کسی که توان نماز خواندن زیاد داره نماز بخونه. همه ما کوشش کنیم که از اوراد و اذکار صبح و شام بیشتر و بیشترتر در این روزها راه میریم، به تخت دکان خود قرار داریم، در داخل موتر قرار داریم، رو به طرف کار خود میریم. ورد زبان ما این باشه که الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. پروردگار عالم به همه ما توفیق بده. به شما خواهران و برادران این نکته را اشاره می کنم، اگر از نعمت فضیلت مکانی این 10 روز محروم شدید، یعنی نتوانستید بیایید به منا و به عرفه و به مزدلفه و بالاخره به عرفات و بیایید به جوار کعبه معظم و مشرفه، ولی فرصت زمانی برای همه من و شما هست. امشب شب اول ذوالحجه هست. امشب شب است که الله سبحانه و تعالی همین لحظه وقتی تو بگی سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، وقتی تو قرآن تلاوت کنی، نماز بخوانی، این بهترین عمل هست، چون بهترین روزهای دنیا و بهترین ساعت و ثانیه دنیا در این لحظه هست که الله نصیب من و تو کرده. پروردگار عالم سرزمین حرمین شریفین را نصیب همه امت اسلامی، خصوصا نصیب شما بینندگان عزیز و گرامی بگرداند. پروردگار عالم حج مقبول و مبرور نصیب حجاج بگرداند و حجاج عزیز ما را صحیح و سالم پس به آغوش گرم خانوادهشان برساند و اون عزیزانی که امسال نظر به موانی مختلفی که سر راهمات نتوانستن آمده، الله صبر و استقامت عنایت بفرماید و نظر به حدیثی که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله با نیت ها معامله میکنه. شما کسانی که نیت آمدن این سرزمین را داشتید و سر راهتان مانع صورت گرفت، شما بدانید که به اجر و ثواب پاداش حجاج شما شریک هستید. پروردگار عالم حج مقبول و مبرور برای همه امت اسلامی، خصوصا به حجاج عزیز ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله
تعالى وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از شما بیننده های عزیز که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله.